الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار دارم. در این قسمت با هم دیگر مسئله دیگری از مسائل مهم که ارتباطی دارد با مسائل شرک و بگوییم بدعت، قسمتی از آن ارتباط به بدعت میگیرد و قسمتی از آن به شرک مربوط می شود، چون در برنامه‌های گذشته هم در مورد مسائلی که مربوط به شرک بود و همچنین حکم شرعی آن و طریقه شرعی آن و بعد از آن گونه‌ای که شرک هست و بدعت هست را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردم. و این موضوع برمیگردد به موضوعی که در جامعه ما، در جامعه اسلامی ما بسیار بسیار متاسفانه شیوع پیدا کرده و امروزه در واقع در میان اکثر از مردم متاسفانه که وجود داره، به خاطر کسانی که از این را کسب معاش می کنند و درآمد خود را در این می دانند، به همین واسطه هر روز از روز دیگر بیشتر می شود و بیشتر می شود و مردم را به دام خود می اندازد. و این مسئله برمیگردد به تعویذات. در این برنامه به توفیق پروردگار سبحانه و تعالی می خواهم که در مورد تعویذات صحبت بکنم. تعویذات یا در اصطلاح شرعی با آن تمیمه میگویند یا تمائم، آنچه که آویزان می شود به گردن طفل یا آویزان می شود به وجود طفل یا به وجود هر شخص غیر از طفل. در زمان جاهلیت این گونه بود که به خاطری که طفل از چشم بد مسئول بمانه و محفوظ بمانه، می گرفتند چیزی را بر او آویزان می کردند، بعد از آن به همین می گویند تمیمه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیثی متعددی این موضوع را منع کردند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این را از جمله شرکیات محسوب کردند. مثلا در حدیثی که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیامبر علیه السلام فرمودند که تمائم از جمله شرک است. چند موضوع در این حدیث بیان میشه که از جمله یکی تمیمه هست یا تمائم یا همان تعویذات یا چیزهایی که آویزان کرده می شود به خاطر دفع بلا و به خاطر دفع مشکلات و به خاطر دفع مریضی یا سختی از وجود انسان یا در زندگی انسان، که در این مورد اعتقادات عجیب و غریبی وجود دارد که انشاءالله با آن اشاره خواهیم کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع را از جمله شرک به حساب می آورند، تعویذات را. و همچنین این حدیث امام ابی داوود در سنن خیش روایت کرده، به روایت امام ابی داوود رحمه الله، حدیث شماره 3883. و همچنین در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من تعلق تمیمة فلا اتم الله علیه. کسی که بر خود تمیمه ای را آویزان بکند، الله سبحانه و تعالی کارش را تمام نکند، الله متعال کارش را نکند، پروردگار سبحانه و تعالی حاجتش را برآورده نگرداند. این حدیث هم در مسند امام احمد رحمه الله روایت شده، حدیث شماره 17404. و همچنین در حدیث دیگری هم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: من علق تمیمة فقد اشرک. هر کسی که تمیمه یا همان تعویذ را بر خود آویزان بکند، به تحقیق شرک را مرتکب شرک شده. این عمل شرک است. این احادیث صریح پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما نشان می‌دهد که این موضوع تمیمه یا موضوع تعویذات یکی از مسائلی است که امروز متاسفانه اکثری از مردم به آن اعتماد کردند و خودشان را با آن معلق نمودند.
توکل بر الله سبحانه و تعالی را گذاشتند و توکلشان را کردند بر این همان تمیمه یا همان چیزی که بر وجود انسان معلق می شود که حالا در بازو بسته می شود، به گردن آویزان می شود، یا بعضی ها حتی داخل دکان ها و داخل خانه ها به خاطر دفع بلاها و مشکلات یا به خاطر دفع ضرر اجنه یا جنیات این چیزها را به کار میبرند. در داخل خانه ها، در داخل دکان ها، حتی در داخل موترها و ماشین های خود هم این را استفاده میکنند. بدون شک موضوع نظر یا چشم بد چیز حقیقتی است، نمی شود از آن انکار کرد. بعضی از چشمها تأثیر داره و در وجود انسان تأثیر خود را میگذاره، اما راه حلش این نیست که ما یک مهره را به عنوان مثال مهره را به وجود طفل ببندیم یا به شکل چشم چیزی را به وجود طفل ببندیم و اعتقاد داشته باشیم که نعوذ بالله این میتواند که چشم بد را از طفل ما دور بکند. نه خیر، همچون چیزی وجود ندارد، بلکه حقیقت امر این است که ما میتوانیم توسط آیات قرآنی، با تلاوت آیات قرآنی که ان شاء الله در برنامه‌های بعد در این موضوع اشاره خواهیم کرد، رقیه شرعی ان شاء الله اشاره خواهیم کرد، که میتونیم ما با تلاوت آیات قرآن عظیم الشأن یا خواندن دعاهای مسنونه ما طفل را از در واقع افتادن در این که به چشم بد مبتلا بشه یا به نظر مبتلا بشه دفع بشه. اما متاسفانه امروز ما میبینیم که در وجود اکثر اطفال به شکل مثلا در افغانستان مشهور است که به آن مهره چشمک میگن، مهره هایی را میبندن به وجود اطفال، یا در بقیه کشورها هم وجود دارد، تنها موضوع افغانستان نه، چون این اصطلاح در میان اکثر افغان ها وجود دارد، به همین واسطه این اصطلاح را به کار بردم. و حالا به نامهای، به هر نامی که میخواد باشه، به شکل مهره، به شکل های مختلف داره، حتی سنگه ها را به وجود اطفال آویزان میکنند، یا احیانا بعضی از چیزهایی که از فلزات هست به وجود اطفال به عنوان مثال آن را آویزان میکنند تا اینکه طفل به تعبیر آنها نعوذ بالله این بتواند که او را دفع بکند از آنها. که در این مورد هم ان شاء الله بیشتر در لابلای برنامه صحبت میکنیم. اما قبل از آن که بیشتر به این موضوع بپردازیم، از اتاق فرمان میخوام که تصویر شماره اول را نشان بدن که بیشتر برای بینندگان عزیز و گرامی توضیحی بیشتر داده بشه که این موضوع مهره که به وجود اطفال بسته میشه چی هست. مثلا شما در این تصویر این طفل معصوم را میبینید. این طفل معصوم حالا به هر حال اونجا در جلو رویش دو تا تعویض هست یا دو تا مهره هست. یکی مهره هست که آن را زوم بکنند، مثلا اونجا را شما ببینین، این یکی از جمله تمائم هست. این را میبندن به طفل تا اینکه این طفل از شر چشم بد یا از شر جنیات در امان باشد. خب بدون شک همچون چیزی ما در شریعت اسلامی نداریم. آیات قرآن عظیم الشأن شفا هست، بدون شک، در این شکی نیست. اما این مهره چی هست؟ این مهره چه کار کرده میتواند؟ مهره نمیتواند چیزی را از انسان دفع بکند یا چیزی را برای انسان جذب بکند. این تمیمه یا تعویضات بیشتر با تفصیل صحبت بشه، به دو قسم علما تقسیم میکنند. یک قسم از این تعویضاتی است که حالا به شکل همین مهره هست یا به گونه های دیگری که این اتفاق است در میان علما که این از جمله شرک است. اما این که این از کدام نوع شرک است، در این مورد علما میفرمایند که اگر شخص اعتقاد داشته باشد که این مهره و این تعویض به ذاتهی، یعنی به نفس خود میتواند که مشکل را دفع بکند، یا این که از چشم بد این طفل را یا هر کس دیگر را از چشم بد یا از مشکلات دفع بکند، او را نگه بدارد، مسئول نگه بدارد، بدون شک این انسان مرتکب شرک اکبر شده و او را از اسلام خارج می کند. اما اگر این تعویض یا این مهره شخص معتقد باشد که این بذاته نمیتواند چیزی را دفع بکند، بلکه معتقد باشد که الله هست که مشکلات را از انسان دفع می کند و الله متعال هست که نفع را به انسان میرساند یا ضرری را الله از جانب الله متعال هست که به انسان میرسه، انسان معتقد به این باشد، اما این مهره را وسیله بداند.
در این صورت یا این تعویض را وسیله بداند، در این صورت این شرک اصغر است، یعنی انسان را از دایره اسلام بیرون نمی کند. از جمله این تعویضاتی که گفتیم در داخل شرک داخل می شود یا در داخل حرام داخل می شود این است که به هر حال به شکل مهره باشد، چیزی در اون نوشته نباشد یا چیزهای نامفهوم نوشته باشد، چیزهای نامفهوم که اصلا معلوم نشود که این چی هست. مثلا از اتاق فرمان میخوام که تصویر شما را دور را نشان بدن تا این که واضح تر بشه. مثلا این را ببینید، این طلسم هست، از حروف ابجدی استفاده میکنن، اونجا نوشته است ودود 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 ودود. بعد هم حروفی هست که در اونجا شما مشاهده میکنیم، مثلا حرف کاف هست، حرف میم هست که اینها حروف ابجدی هست که از اینها بعضی از در واقع شیاطین و بعضی از دجال ها استفاده میکنن، به نام تعویض نویس از اینها استفاده میکنن. این حروف ابجدی که در اینجا وجود دارد نظر به این اعتقاداتی در میان آنها وجود داره. مثلا بعضی میگن اگر حرف کاف و حرف میم مثلا میگویم، حالا بنده در این مورد تخصص ندارم که بفهمم که آنها منظور آنها چی هست، هر کدام از این دجال ها یک نظر خاصی برای خودشان دارند. مثلا میگه اگر حرف کاف و میم با هم برابر بشه، مثلا در اینجا حرف کاف و میم برابر شده، محبت در میان زن و شوهر به وجود میاره مثلا. نعوذ بالله. یعنی اینها را با رمز رموز می نویسند که کسی نفهمه که منظور این دجال ها چی هست. و یا این که با حروف نامفهوم نوشته باشد که این هم از جمله بدعت ها هست. مثلا میخوام که تصویر شماره 3 را نشان بدند، ببینین که در اینجا چی نوشته هست یا به چی شکل ساخته شده. ببینیم به شکل یک حیوان، نعوذ بالله. اگر آیات قرآن نوشته باشه، آیا جایز است که ما به شکل نعوذ بالله به شکل این یعنی یک حیوان آیات قرآن را بنویسیم؟ نعوذ بالله. در اونجا شما ببینیم نوشته مثلا یا جبرائیل. غیر از یا جبرائیل اگر شما خوانده بتوانیم که در داخل این حیوان چی نوشته هست، نمیتوانم بخوانم که اینها چی هست. اینها تقریبا چیزهای نامفهوم هست. یا اگر چیزهای نامفهوم نباشه، ببینید شما کمک خواستن از یکی از فرشتگان الهی، جبرائیل علیه السلام، که بدون شک این شرک است. کمک خواستن از جبرائیل علیه السلام و او را طلب کردن که تو بیا برای این مریض کمک بکن، بدون شک شرک است. یا کمک خواستن و استغاثه نمودن از جنیات. حتی در این تعویضات شما اگر توجه کرده باشین، این دجال ها که به نام آقا و به نام شیخ مشهور هستند، متاسفانه در این تعویضات چیزهایی را می نویسند و این را کاملا می بندند و برای شخص هم اجازه نمی دهند که آن را ببیند. برایش میگویند تعویض را باز نکن که ضرر داره برای تو. چرا ضرر داشته باشه؟ ضررش در اینه که دکانش بند میشه. وقتی تو باز کنی تعویض را ببینی که چی نوشته هست، بدون شک پی میبری این شرکه. یا فلان، حتی باور کنین بعضی ها یا شیطان هم صدا میکنن، نوشته هست یا شیطان. حالا به نامهای عجیب و غریبی که به شیطان آنها خود آنها میشناسند، نامهایی را برای شیطان می نویسند و از شیاطین کمک میخواهند که تو به انسان کمک بکن. نعوذ بالله. ان شاء الله در برنامه‌های بعد به این موضوع رو بیشتر باز میکنیم که این افرادی که این کارها را میکنند چرا این کارها را میکنند و از کجا سرمنشأ میگیره. میخوام که تصویر شماره 4 را هم نشان بدن که تا این تعویضات کاملا واضح بشه. شما در اینجا ببینید مثلا اینجا چی نوشته هست. خواندنش بسیار مشکله. و یا این که به شکل پری، آنها دیگه این را پری میدانند، به شکل یک پری آن را گرفتن. آیات قرآن بعضا فکر کنم نوشته هست، مثلا اینجا نوشته که اللهم فرقت بین الماء و النار، مثلا در وسط آنها در یکی از بالها نوشته هست. خب حالا در بال دیگه هم همین فکر میکنم نوشته هست. و به همین ترتیب در اینجا در وسط میبینیم که در وسط پاهای این پری، حالا پری میگین ما به هر صورت، یا روی شکم این حروف ابجدی نوشته. این حروف ابجدی چی معنا داره؟ و چی معنا هست؟ این را خود آنها باید بفهمند و خود آنها میفهمند. این انسانهای دجال صفت
این انسانهای شیطان میفهمند که اون حروف ابجدی که نوشته هست چی معنا داره. مثلا در اونجا نوشته سین، را، دال، یا و به همین ترتیب باز آنجا هست یا، دال، ر، را، سین و به همین ترتیب حروف دیگری نوشته هست که خود آنها میفهمند. یا از ارقام استفاده میکنن. اونجا ببینین از ارقام استفاده کرده، مثلا 999 بعد اونجا 47 712 فکر میکنم همینطور نوشته هست و به همین ترتیب ببینین که از حروف عجیب و غریب نوشته که آنها هم نوشته که زائده. حالا شاید این برای زنان باشه که درد زایمان با آنها کم بکنه مثلا، نعوذ بالله. به هر صورت اینها از جمله خرافات هست، از جمله حتی در میان اینها میبینین شرکیات هم وجود داره. اگر تعویض از این گونه باشه بدون شک حرامه و بدعت و بعضی از آنها هم شرک در آنها وجود داره. انسانی که این را به وجود خود میبنده اگر اعتقاد داشته باشه نعوذ بالله که این میتواند به ذاتی انسان را نجات بدهد، بدون شک مرتکب شرک شده، چنانچه قبلا هم توضیح دادیم. و اگر اعتقاد به این نداشته باشه که این شرک میشه، حالا به گونه های دیگر بیای در وجود خود ببنده و بگه این وسیله هست برای این که میتوانه من نجات بده، بدون شک مرتکب شرک اصغر شده. این از قسم اول بود. قسم دوم را انشاءالله بعد از یک میان برنامه میگیریم و بعدا انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهم بود. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. بر سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، در مورد تعویضات صحبت می کردیم. قسم اول رو توضیح دادیم که این قسم بدون شک ممنوع هست، اتفاق علما هست. اتفاق علما هست که این نوع ممنوع هست و حتی شرک است. قسمی از اقسام این که از جنیات مدد خواسته بشه، نعوذ بالله، از انسانها مدد خواسته بشه، کمک خواسته بشه، استعانت از این و آن بشه، و یا این که همچون حروف عجیب و غریبی که خود آنها به هر حال میدانن رمز و رموزی میان آنها و میان شیاطین و جنیات وجود داره، اینها بدون شک اشکال داره. اما قسم دیگری از تعویضات هست که مورد اختلاف است در میان علما که آیا جایز است یا ناجایز است. و این قسم از تعویضاتی هست که با آیات قرآن نوشته شده، با آیات قرآن در اونها نوشته هست، دعاهای مسنونه در آن نوشته هست، و یا اینکه به اسماء خداوند متعال جل جلاله در اونجا نوشته هست، یا الله نوشته است، یا رحمان نوشته است. مثلا اینها کمک خواستن از ذات پروردگار سبحانه و تعالی. در این مورد علما اختلاف نظر دارند. عده‌ای از علما میفرمایند که این نوع جایز است و اشکالی ندارد. اما علما به این مورد هم اتفاق نظر دارند که انسان اگر معتقد باشد که این تعویض به ذاتی میتواند به انسان نفع از ضرر برساند، بدون شک اینجا همه متفقند که این نوع هم شرک است. اما اگر به این اعتقاد نباشد بلکه این تعویض را حالا به نام این که آیات قرآن عظیم الشان هست و قرآن عظیم الشان شفا هست، این علما استدلال میکنن بله قرآن عظیم الشان شفا هست، بدون شک آیات قرآن خودش این را واضح میکند که آیات قرآن عظیم الشان شفا هست. حالا اگر کسی به وجود خود بست، به این اعتقاد نبود، اعتماد به این نکرد، علما میفرمایند جایز است، عده‌ای از علما. اما گروه دیگری از علما که
در میان اینها اصحاب پیامبر هم هستند، در میان اون گروه هم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی ها بودند و هستند افرادی که به این اعتقاد بودند که اشکال نداره اگر آیات قرآن باشه و این شروط مورد نظر گرفته بشه. اما عده دیگری از علما میفرمایند که این نوع هم جایز نیست به خاطر سد ذریعه. مثلا از جمله حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه این موضوع را هم ممنوع میداند و ناجایز میداند و از جمله این افراد حضرت ابن عباس هست و ظاهر قول حضرت حذیفه، عقبه ابن عامر رضی الله عنهما و ابن عکیم رضی الله عنه و گروهی از تابعین هم به همین نظر هستند، مثلا از جمله اصحاب عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و همچنین روایت از امام احمد رحمه الله هم که اکثر اصحاب امام احمد هم به همین قول و نظر هستند و این را ناجایز می‌دانند، حتی این که اگر آیات قرآن عظیم الشأن باشد. به خاطر چی؟ به خاطر سد ذریعه، به خاطر اینکه شخص اعتماد نکند به این تعویضات و به این چیزها، بلکه از دعا استفاده بکند که انشاءالله در مورد دعا در برنامه‌های بعد صحبت خواهیم کرد که آیا تأثیر میتونه بگذاره در وجود انسان و چی نوع دعای خوب است و چی نوع دعای بد است. پس بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، با این وجود کوشش بکنین که از اینها پرهیز بکنین، حتی از نوعی که تعویضاتی که در اون آیات قرآن عظیم الشأن نوشته باشد. کوشش بکنین که از اذکار و از دعاهایی که در قرآن عظیم الشأن وارد شده و در سنت پیامبر علیه السلام موجود هست از اونها استفاده بکنین، خودمان آنها را بخوانیم و از آنها برکت بگیریم. بدون شک آیات قرآن عظیم الشأن سراسر برکت است و آیات قرآن عظیم الشأن همچنان در واقع همچنان که در روح انسان شفا هست، در جسم انسان هم شفا هست. به خاطر اینکه وقتی ما این تعویض را مثلا آیات قرآن نوشته باشه در وجود طفل ببندیم، بدون شک این طفل پاک نیست همیشه، یعنی ذاتاً یک انسان مسلمان از همچون کاری یعنی خوشش نمی آید. یک طفل همیشه وجودش پاک نیست، این آیات قرآن را بر او ببندیم. یا اینکه این طفل یک بار با آیات قرآن به احترامی میشه، حالا یک بار خودش را دور میده بالای آیات قرآن، حالا به هر صورت به صورتهای مختلف به احترامی به آیات قرآن عظیم الشأن میشه. و یا اینکه شخصی که بزرگسال باشه مثلا این آیات قرآن را در وجود خود ببنده، مثلا تعویض را در بازو خود ببنده، البته اون اعتقاد گفتیم نداشته باشه. اگر اون اعتقاد داشته باشه که این تعویض به ذاتی میتونه به ما کاری بکنه، خب بدون شک این شرکه. حالا با شروط اسلامی و با شروطی که علما گذاشتن، این تعویض را به بازوی خود میبنده یا به گردن خود آویزان میکنه، حالا با هر جای خود ببنده، بعد این آیات قرآن را بسته داخل دستشویی بره برای قضای حاجت، یعنی مناسب نیست. نوعی حد حرمت و نوعی به احترامی به قرآن عظیم الشأن میشه. پس بناهن از این نوع هم پرهیز بکنیم. پس باید چی کار بکنیم؟ مریض میشویم، بله شکی نیست. شخص مثلا جادو میشه، شکی نیست در این. شخص نظر میشه یا چشم بد میگیره، بله در این هم شکی نیست. چه کار بکنیم؟ راهش اینه که از دعاهای مسنون استفاده بکنیم، خود ما بخوانیم یا شخص ثالثی بر ما بخواند، شخص دیگری بر ما بخواند، شخص ثانی بر ما بخواند. آیات قرآن عظیم الشأن را انشاءالله که تأثیرگذار خواهد بود. یا دعاهای مسنونی که آمده مثلا اذکار صبح شام بخوانیم، انشاءالله که اینها مؤثر هست و اگر جادویی باشه دفع میشه، اگر مریضی باشه انشاءالله که خداوند سبحانه و تعالی به برکت این آیات قرآن عظیم الشأن و برکت این دعاهای مسنونه انشاءالله که این مریضی را از وجود انسان دور خواهد کرد. اما راه تعویض راه درستی نیست، از این باید پرهیز بشه. با این وجود که گفتیم اختلافات در میان علما در نوع دوم هست، اما باز هم پرهیز بهتر است. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق عمل به شریعت اسلامی و توفیق عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیب بگرداند. از این بیشتر وقت شما بینندگان عزیز و گرامی را در این قسمت نمیگیرم. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا برنامه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.